بارها شده که دست جلو میزنیم اما دعای میشیم، بارها شده که دست جلو اجرا میکنیم اما منجر به امتیاز نمیشه. انقدر نکته راجع به دست جلو تو این ویدیو گفتیم که راحت اگر مرد عمل باشی خیلی این ویدیو به دردت میخوره و قراره بررسی کنیم دست جلوهایی که قهرمان‌های جهان تو مسابقات مختلف اجرا کردن. با ما همراه باشید. خب بریم آماده شیم برای ویدیو اول از سری ویدیوهای دست جلو. خب ویدیوها گلچین شده از مسابقات در شرایط مختلف، یه جای حریف جلو روی کرده بهش دست جلو زده شده یا خود بازیکن حمله کننده جلو روی کرده. نکات رو با هم داریم، بریم برای ویدیو اول. فکر جلوی نافکری، عقل جلوی بیعقلی. یک کاری که میشه دید توی این الان اینه که میخواید صدا رو ببندم که نداشته باشیم صدا رو بکنیم. دست جلوش رو سبک کرده، پارم سبک کرده، آماده است. اشتباهی که آبی میکنه اینه که پای عقب میاد میزنه توی این موقعیت. یه جلو روی هم میکنه با پای جلو، فاصلش اصلا با ساق میخورده یا میخورده و پای عقب اینجوری زمانی که حریف انقدر آماده نشسته برای زدن خیلی کار به شدت اشتباهیه و میبینید وقتی شما گاردید پای عقب رو میرید کاملا در یک لحظه شما بدون گارد زمانی که پا میاد در کنار پارچه کلا گاردی و کامل باز میشه. یعنی توی این موقعیت دست جلوش رو رسون، خب قشنگ نشسته بود منتظر اشتباه حریف که خب حریف اشتباه اینجا یک زهرخونی خوب انجام نداد. این بازی کرد باش یک لحظه، همون لحظه ای که کشید پا رو این زد خوبم زد انسان تو لحظه گرفتش که چیزایی که داره پرتاب پاش خوب بود. نگاه کنید پا رو خوب میذاره جلو، از نظر زمان سنجی پا رو خوب میذاره جلو، دستش هم کامل باز میکنه میرسونه. بریم برای ویدیوی بعدی. دست جلوی بی نقص یه ضرب و ضرب ریتارو عربه نکنه این تو کلاس فنیه، تو ریتم باهاش بازی کرد. یعنی چی؟ یعنی اگر نگاه کنیم دوره اول حریف با یه شوک میره عقب، بعد میاد جاشو صفر میکنه، یعنی بعد از یه عقب کشی میاد صفر میکنه. اینجا 2 تا گام میذاره جلو، انفجاری دیگه مهلت نمیده اون حرکت بعدیشو انجام بده، رفته عقب. شما وقتی ریتم حریفو میگیری یه عقب جلو ازش میگیری، رفته عقب حالا اومده جلو، اون دیگه فرصت نمیده بهش که بره عقب، بلافاصله 3 و 4 رو با هم زد. احسن. یه انفجار سریع ضربه‌شون خوبم پیدا کرد. ببینید اصلا مهلت نداره، یعنی اصلا پاش زمین رو لمس کرد رفت. میگیم همیشه مثل این سنگایی که رو آب میزنی که میره، اینم همینجوری یه لحظه خورد رفت. برگردیم از اولش نگاه کنین، اصلا وزنش دیگه رو زمین ننداخت، 1 2 رفت. و بازم ببینید چقدر دست کشیده است، برعکس مبتدی‌ها که دست کامل ایرادی که داریم تو دست جلو اکثرا همینه که دستو خوب باز نمی‌کنن. نگاه کن، دست کتف کامل از کل بدن استفاده کرده و ببین از کجا پرتاب کرد، از چه فاصله پرتاب کرد. نگاه کن فاصله رو الان، فاصله رو ببین، فاصله کاملا استاندارد از اینجا. حالا با اون حالت سنگی هم یه ضرب 2 ضرب سرعتی رسوند خودشو و اون یک ضرب 2 ضرب لابلای اون رفت و برگشت، ریتمش گم میشه کرد. یعنی ساده بخوای بزنی قطعا داغی میشه. آرام کنید دیگه. خیلی خوبه و به موقع. حالا یه دور دیگه هم ببینیم چون قشنگه. تکنیک سالم میبینی کیف میکنی، لذت تمیز مرتب اضافه کاری هم نمیده.
آره خیلی شیک. خب بریم برای بعدی. این یه نکته داره، شاید از نظر فنی این دست جلوه یا جابجایی آنچنان مثلا حائز اهمیت نباشه. مسئله‌ای که داره یه مقدار از این نظر گذاشتم این فیلمو که داره با حریفش بازی میکنه. اینو من برای این فیلمو گذاشتم. اگر برگردیم نگاه کنید چپ میکنه راست میکنه، بعد به واکنش قرمزه نگاه کنید وقتی این چپ و راست میشه گاردش چطور باز میشه. هر بار که یک چپ و راست میگیره گاردش میفته. این آبی داره از همین استفاده میکنه. حریف قرمز تصورش تو فاز حمله است، یعنی خودش رو تو فاز حمله میبینه. دقیقاً. یعنی انگاری فشار آورده، الان نکنید فشارش روی دویی که آبی است. آره. یعنی مجبوره که امتیاز بگیره. آبی هم داره خودش میبره گوشه. یعنی تمام ذهن قرمز برای زدن، کشته تو بازی خودش، تو خوردن نیست. دو تا چپ و راست ازش میگیره، گاردشو باز میکنه. از همون جایی که ببین تو چپ و راستا گاردش باز میشه، یک لحظه دست جلوشو نکن دیگه، دست جلوشو ثابت کرد، فاصله‌شو با حریف، دست جلوشو کاشت، یه چپ و راست میگیره و از همونجا شلیک میکنه. تمام. همینی که میگن تکنیک خشک و خالی به حریف نزن. آره. یک مقدار لازمه که همون بحث بازی کرد. قبلی که روی تکنیک‌های قبلی مثل دو تا تکنیک قبلی که صحبت کردیم بهش مواشی و اینا صحبت کردیم، آره این بود که نگاه کنی با کی داری کمیته میزنی، عکس العمل حریف چیه. یعنی یه نیت نکنی بگی من می‌خوام یه دست جلو بزنم و تمام. دست جلو ببینی چه جوری بزنیم. چه موقعی به حریف دیگه. نکن. چپ راست گارد قرمز نگاه کن، قرمزی داره دنبالش میدوه که میخواد بگیرش. یه چپ و راست دیگه گرفت زد. تمیز خوب بود، از این نظر خوب. خانوما چقدر خوب شدن. قول آقای روحانی. خب اینم که باز یه دست جلوی تمیز، حریف و گوشه این گیر انداخته و نزدیک میشه با آرومی به حریف. دو تا شوک اولی که داد دقیقاً رفت پایین، دوباره اشتباه آبی. دستای آبی رو نگاه کنید. برگردیم از اول. دستا رو ببینید کجاست. این گیاه‌کش که وله، با هر شوک این دستاش بازی میکنه. یک لحظه. و حریفی که شما رو برده گوشه، دو بار سه بار داره هی شوک میده، نزدیک میشه به شما. مثل الان قبلیه دست جلو دیدیم خانومه رفت گوشه، با بازی خودش رفت گوشه و هی چپ و راست کرد، با اینکه بازی خودش بود هی چپ و راست، یعنی یه جا وانستاد مثل این آبیه که راحت سیبیل باشه. الان این آبیه واسطاده یه جا، قرمزم هی داره بهش نزدیک میشه، فضا داره برای جابجایی آماده میکنه، هیچ کاری هم نمیکنه. خب خیلی شیک میزنه، دو بار سه بار به بازی میگیرش. یه جا باز ریتم هم دیگه، یه عقب جلو، یه سریع همون جایی که این فکر میکنه هنوز تو فاز عقب جلو، ضربه رو میزنه. برگردیم از اول. یک دو. و این دسته نگاه کن چقدر دسته چپ قرمز هی داره آلارم میده که من میخوام اینو بزنم. این زایه است واقعا. آره اصلا تابلو کاشتش جلو دیگه آماده است، معلومه میخواد اینو بزنه. قبلش هم که میکشه که بزنه اصلا. به نظرم اگه جای آبی بودم من گیاکن انتخاب میکردم به جایی که برم پایین، چون دو سه بارم شوک داد دیگه. یه جا اینجایی که میاد کمرشو خم میکنه میگیرتش. ثابت واسطاد، ایستا، بدون هیچ عکس العملی. اینجا که ایستادی شما باید تو هم یک عکس العمل نشون بده که حریفی زوم کرده رو یک جابجایی داشته باشه، احساس نکنه که فقط خودش میخواد حمله بکنه. میگم دقیقاً میشه اینو مقایسه کرد با اون فیلم قبلی که دیدیم. برعکس کاملا. اون چقدر اونی که رفته بود گوشه چقدر هوشمندانه کار کرد. تازه بازی خودش هم رفته بود ولی هوشمندانه کار کرد. این یکی نه، خیلی منفعل رفت گوشه واسطاد تا کتکشو بخوره. یه دور دیگه ببینیمش. تمام. خب بریم برای بعدی.
بازم یه نمونه مشابهی از مواشی چودان. احسن، یه چودانگری که باز خالی زده میشه. یعنی واقعا همونی که گفتین هیچ برنامه‌ریزی نداره، یه شوک بده ببینه حریف چی کار میکنه. حریف بلاک میکنه، خیلی راحت بلاک میشه و بعد ضربه رو میزنه. این یک دوش میکنه دیگه، بلاک میکنه، ضربه رو میزنه بشه. ضربه مواشیگری پای عقب خیلی که خالی بدن جا داره، یعنی حریفی که اینجوری نشسته آماده سخته به این زدن. یه هرچی سطح مسابقه بالاتر میره سرعتش رو میره بالاتر. مشپاران ضربه سرعتی نیست به صورت دیگه. ضربه مواشی که داره از اون فاصله میاد بلاک کردنش کاری نداره که. نگاه کن چقدر راحت. سجاد گنجزاده نیست؟ نه. شدیه. بلاک بلا فاصله هم واقعا هم که گفتین آنگارد شد مواشی پاراگو که زد. مواشی هم این اتفاق میفته دوباره. این چون تکراریه زیاد روش صحبت نمی کنیم، فقط میخوایم تاکید کنیم. دوباره خیلی راحت هم. این باز مواشیش هم آنچنان محکم هم نزد آبی، یعنی یه نصف بلاک که شما نکنین اول کمربند قرمز دو دست میره برای دفاع کردن ضربه، نگاه کن. بعد یه جایی دیگه ول میکنه، یه دست ول. آره میبینی که هیچی نبود، سری میکشه میره بالا. اول دو دست میاره بعد سری میکشه، یعنی اصلا آنچنان اگه ضربه شاید محکمتر بود اثری که رو بدن حریف میذاشت برای ضربه بعدی اونو یکم متزلزل میکرد، اما اون خیلی راحت. تا یه بحثی هم روی مواشیگری کردیم توی ویدیوهای قبلی که گفتیم بچه‌ها اکثرا میرن تا یه تاچ لمس دفاع حریف میرسن برمیگردن. این اتفاق به نظرم برای چودان هم افتاد. آبی هم افتاد، آره، یعنی تا لمس شد مغزش انگار قفل کردی برگردون. دید قرمز هم خیلی خوبه ها، این مسلط دفاع میکنه بالا، ضربه رو قشنگ میذاره تو جودان حریف. دیده اون کسی که اشتباهی هم شاید افراد مبتدی تر دارن اینه که دفاع میکنن بعد نیم ساعت تازه یادشون میاد که ضربه هم بعد دفاع بزنن. دفاع خالیه فقط بلاک. حالا اینو توی خالی جواب صحبت میکنیم، اما مهمترین نکته اینه که ضربات حریف رو بدون واکنش نذاریم، یعنی یه ضربه بزنه ما رد بکنیم باز واسیم نگاه کنیم. حتما باید یه عکس العمل مناسب، حمله مناسب داشته باشیم براش. بعدی این سجاد گنجزاده که دوست داشتی. تو کلا دوست داشتی. بازم اشتباه قرمز رو میبینی چیه؟ اشتباهش چیه؟ الان رو آورده جلو دیگه، گارد و انداخته آورده یه شوک اومد جلو واسطاد، گارد انداخته چسبیده، فقط باز کنه خورده. البته که تصوری که میشه داشت اینه که حالا کمتر اگر کامل ببینید طرف کم کسی نیست، ژاپنیه. تصوری که میشه داشت اینه که در اثر شوکای این شاید تو دوره مثلا چند سال قبل از کمیته باند آبی فاصله میگرفته. اینجا هوش آبیه که توی شوک حریف چون حریف میندازه عقب کشی نمیکنه، همونجا وای میسته، فقط یه لحظه ساپورت صورت میاره که اگر حریف بخواد ضربه بزنه، شاید هم قرمز میخواد ضربه بزنه، ساپورت صورت رو که دید آبی اوورده دست راستش اوورده بالا دیگه منصرف شده از ضربه زدن و دیگه از گارد خودش قرمز فراموش کرد و اینم به راحتی دیگه فاصله نزدیک شده دیگه. یه گارد بازم میبینی. اینا موقعیتاییه که آدم وقتی از دست میده هرس میخوره، یعنی میاد حریف توی این فاصله نزنی دیگه، الان هم هرچی بزنی دیره دیگه. هرچی هم بگیم از این گارد کم گفتیم واقعا. دقیقاً مسابقات آسیایی فکر کنم. بله تو سنگین ترین لول ها هم نگاه میکنی بازم از همین چیزای ابتدایی اکثرا ضربه میخورن. یک جام یه بازی کرد میدونست که برنامه چیه، دوباره دست آورد و همونی که میگیم دیگه، شما وقتی نیت کردی حمله کنی حمله رو انجام بده، یا اگر حمله نمی کنی مثل این ثابت وانست جا تا عوض کن.
موقعیت تو توی تاتمی باید تغییر بدی. شما وقتی یه شوک میدی منصرف میشه از ضربه، همونجا وای میستی. الان این کاری که قرمز کرد، یه شوک میده وای میسته، قشنگ انگاری ثابت التماس میکنه بیا منو بزن. یه دور دیگه برگردیم. شما فقط به مکس قرمزه نگاه کنید، قشنگ گارد میاره میگه بزن. این تمرینه که تو کلاس انجام میشه، مثلا یه شوک میدن بچه‌ها میندازن میگن بزن، این همونا واسطات میگه منو بزن. اگر اینجا آبی نمیزد باید آبی رو اعدام میکردیم. واقعا خیلی جالبه. از بچه‌ها ژاپن بگیره. دوباره نکته دیگه هم که میشه گفت توی همین دسته جلوها، با تمام حالا این نکته‌ای که میگیم که حریف واسطاده و فلان و اینا، بازم اصول اولیه رو باید صحیح اجرا بکنید. نکنید پرتاب از پای جلو، دست کاملا کشیده، اینا همه باید رعایت بشه. دست ساپورت رو داره همچنین. اکثرا حالا تو لول‌های ابتدایی به جای که پا رو پرتاب کنن با سر میرن جلو، دست ناقص میره، از شونه و کتف استفاده نمیکنن تو ضربه زدن، ضربه ناقص اجرا میشه. شما اگر تو همین موقعیت هم باشی ضربه رو ناقص بزنی، خب مسلما امتیاز نمیگیری و رفتی جلو و خودتو گذاشتی در اختیار حریف که اون ازت امتیاز بگیره. یعنی ما همه این صحبتایی که میکنیم با فرض اینه که شما بیسیک ضربه رو درست اجرا بکنی، یه حدی رسیده باشی، اصول اولیه رو درست بزنی. این شما وقتی بلد نباشی، خود دست جلو رو بلد نباشی، حالا همه اینا رو رعایت کنی، بازم به نتیجه نمیرسی. نگاه کن با همین فاصله پرتاب پای جلو، دست جلو صاف و کشیده، بعد جمع کردن بعدش. شما اون جمع کن با سرش هم میکشه عقب، خودشو جلو در اختیار حریف نمیذاره. دوباره نگاه کنیم تو قشنگ سر رو برمیگردونه عقب، دستو کامل جمع میکنه، شوک میده، دست ساپورت میاره بالا. یعنی همه اصول اولیه گارد رو رعایت میکنه، بعد میاد ضربه رو بزنه. آسد شده گل گلاب. خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. خب حالا باز نکته‌ای که میشه گفت دوباره نگاه کنیم اینجا رو، آبی که نشسته منتظر، قرمز خیلی داره با گاردش، همچنان میریم روی گارد. بله ابتدایی ترین موضوع، ولی آبی امتیاز جلو نیازی به حمله نداره، قرمز مجبور حمله کنه، خیلی با گاردش داره بازی میکنه. حالا این گارد بازی کردن فرض میگیریم برای اینکه میخواد حواس حریفش رو پرت کنه یا داره به عنوان شوک ازش استفاده میکنه یا هر چی، اما بیشتر از اون به نظرم داره گارد خودشو به هم میریزه دیگه. چیزی که دیده میشه اینه. بعد نگاه کن الان نگاه کن دستا کجاست، دست عقبو نگاه کن، قرمز دستش کجاست. یکم برگردیم عقب، شما نگاه کن فاصله الان خوبه. خب قرمز ثابت، آب ثابت وای میسته، دستش آماده منتظر، یه لحظه شوک میاد نزدیک، باز دوباره میگرده. تو این برگشتش حریف وادار شد بره جلو. این شوک ریز داد جلو عقب، این میاد جلو. یعنی یه ریز با ذهن و روانش بازی کرد. این بازی خوردنش هم مال تحرکایی بود که شاید خودش داشت که بگیم مثلا شاید برای یکی دیگه خوب باشه، این خودش تسلط به کاری که میکرد نداشت. اتفاقا اون کارا بیشتر باعث شد که حواسش پرت شه. ریتم حریفو بگیره، ریتم خودش به هم ریخت. به نظر اینجوری میاد. بی عقلیه دیگه. خودش الهی دردش کنه. نکنین گارد چقدر بازه، یه شوک اینو وادار کرد بیاد جلو، دستی که کاشته قرمز ضربه رو زد. کامل ببینیمش. یه ریز داد جلو، کشید عقب، حریف وادار شد بیاد جلو. نکن یه ریز میزنه این میاد جلو، همونجا میاد. قزاقستان بعید. دوباره نکن ریز میاد تو، میکشه عقب. از کجا میزنه دستشو؟ از همونجایی که این خودش باز کرده، از اینجا میاد تو میزنه. یه تونل باز کرده. بازم دست جلو بیسیک خوب. بله. شونه باز شد. یه دور دیگه هم ببینیمش و بعد بریم سراغ. بله.
قزاقستان. بهمن عسکری میزنه، خوبم قلچه. میزنه. برگردیم ببینیم دوباره از اول. دست به شلوار نگیره بقیه کاراش خوبه. خیلی دیدم زیادی کار کنی بهمن جان، نکن نیست. کمیته سنگین جای با جایش لویجی می‌خوری. خوسا، بعد 1-0 هم جلوه. 26 ثانیه. آره تایم زمان حالا نسبتا مونده، باقی مونده، اما دیگه تو سراشیبی با حاچیمه در برمی، یعنی حریف میدونه که حریف قراره بیاد نزدیک شه برای امتیاز گرفتن. خوب جالب. یه نگاه اگه به پاهاشون بکنیم موقع حاجیمه گذاشت الان جلو خود فاصله بهمن دیگه. یعنی الان اگه واقعا فاصله. من بودم میذاشتم عقب تو این همچین موقعیتی، ولی معلوم که برنامه اومده. خدا رو شکر تو نیست. ما نیستیم. بریم جلو. قرمز میاد تو. اومد برای پا خود. بله اومد پا رو بکشه. این پرتاب رو ببین تو رو خدا. خداییش یه نمه دیگه میشد 180 رو داده بود. چقدر پرتاب خوبی، دست چقدر کشیده. امون نداد، پا رو ارد بالا. نکن این دست چپش رو نکن، ساپورت صورت رو داره، یعنی اگه این پا رو باز کنه داره. بازم تمام اصول رو رعایت کرده. باز جمع کردن کامل ضربه رو میزنه، جمع میکنه. خیلی مهم بود که وایساد سر جاش، این عقب کشی هم نکرد. یک ذره عقب کشی میکرد قطعا شاید نمیرسید. بازم میریم سر همون اصول اولیه دیگه. اولا ساپورت صورت، موقعیت سنجی، دست رو کاملا باز کرد، پا رو کاملا پرت کرد و وقتی که نیت کرد بزنه زد دیگه. بله خوبم زد. وسط کار شک نکرد. احسنت. یه دور دیگه ببینیمش رو بریم برای بعدی. یه نکته حالا از اول تا الان که نگاه میکنیم، تقریبا اکثر دستجلوهایی که دیدیم میشه حدس زد که الان این میخواد پرتاب بزنه. از روی چی نگاه کنی؟ همشون قبل از اینکه دستجلو بزنن یه رقص چی بالا پایین دارن، بعد یه سرضرب میزنن میرن. اون سرضرب زدن رو داره. الان اینم نگاه کن، تا الان همشون داشتن یه سرضرب میزنن. آره اینا همه دارن. خوبه داره چیز میگیره دیگه، تایم میگیره. بعدی بازم همون سرضرب زدن رو میبینی. یه شوک پا میاد. خب یه شوک پا میاد، ذهن حریف رو کمی به هم میریزه و پاش عقب نمیکشه. با اون شوک پا خودشو نزدیک کرده، از همونجا پرتاب برید. آره یعنی شوک پا رو زد، فاصلهش رو تنظیم کرد، نزدیک شد. نکن رفت الان رفته تو به این گارد عملا، پس نزدیک شد دیگه. محل اول رد. آره حالا از اینجا پرتاب بعدی رو میره بازم دیگه. حالا ببین دست قرمز داره کجا رو دفاع میکنه، بعد آرنج رو داره دفاع میکنه. دستی که رسیده، اون زمانی که پاشو کشید تو باید تنظیم میکردی، میرفتی عقب یا هر واکنشی که باید نشون بدی. دفاع هم رو ساعد باید دفاع شه. مچ دست رو باید دفاع کنی دیگه. مچ رد شه دیگه احتمال برخورد خیلی زیاده. اون زمانی هم که شوک پا رو میده چقدر سرشو میکشه عقب، یعنی حواس آبی هم هست که بعضی شوک میدن میرن تو محدوده خطر. الان آبی کاملا حواسش جمعه. از اون ور قضیه اون ور قضیه هم قرمز رو نگاه کن، گارد کجاست؟ میبینه حریف نزدیک شده اما گارد کاملا پایینه.
همون 2 امتیاز یه جلو. یعنی شما در هر لولی نگاه کنی داری ضربار از چیزای بیسیک و پایه‌ای میخوری. گارد نامناسب شوکه بعد شما اینجا نگاه کن تا این دسته از اون پایین بیاد بالا برای دفاع کردن آرنجو میگیره. همین کارم شد. بله بله. اگه دست بالا بود که مچ دستو میگرفت ضربه رد نمیشد. حالا به چرخ بزن. 100 تا بزن. دوباره ببینیم یک پم. یعنی یه شوک، اینم آبی هم مهلت نداد، یعنی شوک پا رو کشید زد بعدی رو. اوکی. بله. البته دید خوبی هم داشت. واقعا گارد حریف هم افتاده بود. درود بر بچه‌های هلند. سرزمین الله. یه دور دیگه هم با سرعت نرمال ببینیم. و بازم جمع کردن رو دیدی؟ جمع کرد رفت عقب. قیچیا خوبه. آره، یعنی اگر عقب نره خب این موشی میخورد تو صورتش. راضی هم ازش. عقب کشی هم خوب، شما 1% فکر کن که داور امتیاز نده. اگه عقب نکشی این موشی خورده. یا حالا قوانین قدیم اگر بود که مثلا کارت میکشیدن موشی رو مثلا امتیاز میدادن بهش. بله. تکنیک آخرم نگاه کنیم. بچه‌های ایتالیا جذاب. کف میدان. بازم اون ضرب گرفتن از زمین رو میبینی، دست صاف، جمع کردن کامل. خیلی بدن کشیده است. آره. یکم رو کم کنیم. انفجار هم خدایش خوب. پرتاب عالی. آره، انفجار دست پا خیلی خوب. دوباره برگردیم از اول. راضی هم از اول که اسمت هم نمیدارم. دست چقدر بازه پرتاب. حالا میشه ازش ایراد گرفت که این دست عقبش باز شده، اما تک ماده قبوله. دست شما درد نکنه که قبولش میکنه. ما کاری نیست. رقص چی سبک، برعکس قرمزه که سنگینه. این سنگینی بعد عکس العمل از شما میگیره، برای همون نمیتونی خوب واکنشش کنی. یکم مشخص تحت تاثیر جو مسابقه کی ضربه رو داره میزنه. به روش بالا پایین رفتن بدن قرمزه دقت کنید و آبیه کی تصمیم میگیره بزنه. الان قرمزه مثل میخ فرو رفته تو زمین. این دیگه نمیتونه واکنششون بده. واقعا این دست بدن قفل میشه دیگه. پا که قطعا قفله، دست هم دیگه زمان کمر اینا همونجا پرتابو گرفت ازش. مرسی. و باز جمع کردن کامل. یه دور دیگه هم ببینیمش. سبک این فرو رفت تو زمین، پرتاب کرد. یعنی این داشت میرفت تو زمین، این پرتاب شروع کرد. خیلی نکته مهمه. یک کم برگردیم عقب ببینیم این داره میره تو زمین. شاید سخت افزاری. رفت تو زمین، این اومد بالا. چفت زمین شد. یعنی این تنظیم کردن با ریتم حریف، گرفتن ریتم حریف. تو وسط کمیته، حالا اینجا نشون میده که کجای کمیته است. یعنی حالا واکارته الان میدن و حالا فکر کن سوزوکی تر گفته بلا فاصله میگیره. یعنی حریف به خودش نیومد ضربه رو خورد. به بابا شما رسمش سنگین دیگه. هیچ لحظه از کمیته رو از دست بدی. یه لحظه چسبیدن به هم بگم واکارته، خب حالا تق بخوری. این جزء کمیته است، باید حواست باشه. یعنی این به نظر میاد که بعد از این که سینه به سینه شدن حریف رو رها کرد یه چند لحظه تا بیاد تو فضای کمیته، سنگین کرد خورد. عدم تجربه دیگه. تق کشیده کامل، پرتاب خوب. زمانی که حریف هم رو به جلوه زد، سنگین کرده زد، نگاه کن حریف تازه اومد شروع کنه، نشست خورد. آره اومد شوگوریز کرد دقیقاً. دیر شروع کردی دیگه پسرم. خب یه دور دیگه کامل با صدا ببینیم که تکنیک آخر هم هست.
راضیم. خیلی خوب. همش در مجموع به نظرم چند تا نکته میشه برای همش گفت. این که انفجار دست خیلی خوب بود، پرتاب پا، یعنی اول پا رو پرت میکنن، در عین حال تو همین هم اگر دوباره نگاه بکنیم زمانی که میخواد پرت کنه پا رو، این دست و پا تایمینگش همزمانه، یعنی چیز نیست، دیلی نداره یکیش عقب جلو باشه، همزمانی تایمینگ مناسب، پرتاب پای خوب، انفجار دست، استفاده کردن از تمام طول دست و استفاده کردن از شونه ها و با دید مناسب، تسلط، آره، با حریف کمیته زدن، تنظیم کردن رو ریتم حریف، اینا همه مجموعی از فاکتورها میشه که باید یک نفر رعایت بکنه که از یک تکنیک امتیاز بگیره. بسیار خیلی چیزی دیگه‌ای هم که خیلی روش میشد بحث کرد راجع به اون حریفی بود که میخورد. همشون دقیقاً جای خوردن که فکرش هم نمی‌کردن، یعنی تو حمله بودن، انتظار نداشتن خوردن. انتظار نداشتن، گاردای پایین، آره اینا جزء بیشترین چیزی که دیدیم از گارد پایین خوردن. بله. بیشترین چیزی که مشاهده شد یا توی زدن ماشی چودانای پای عقب بود که آنگارد میشدن، یا این جایی که حالا میان تو فشارم به نظر خودشون تو فاز حملن گاردا پایین میزنن یا شوک میدن، وای میستن میخورن، لحظاتی میخوره آدم از میگن از اشتباهات دیگه، یعنی کسی که کمترین اشتباه بکنه برنده است. شما یه گارد تو بندازی پایین، حریف از اشتباهات شما استفاده میکنه. خوب نیست بالاخره این کارا اصلا کار درستی هم نیست، ولی خب دیگه در سطح مسابقات بالا هم اتفاق میفته. بله قطعا. بسیار عالی. خب نکاتی که گفته شد طبق معمول نیاز به تمرین داره. حتما ویدئویی که ما گوشیم برای ضربات ماواشی لینکش رو بالا قرار میدیم، اون ویدیو رو هم یک بررسی بکنید، چون خیلی دیدیم ضربات ماواشی میخوان بزنن حریف به حریف و اونجا ما خیلی راجع به فکر رو گرفتن ریتم حریف صحبت کردیم. حتما میتونید ویدیو رو ببینید و دیگه صحبتی نمیمونه دیگه. فقط بازم نکته که مثل همون ویدیو قبلی که گفتیم، این که این نکته‌هایی که گفته میشه یک بخشی از موارد، قطعا هر کدوم از اینا رو که آدم نگاه بکنه بخوای آنالیز بکنی 10 تا نکته دیگه هم بغلش در میاد. خب یا تو اون موقعیت تو فضای خود، چون اینا فیلمه، یه تیکه‌ای از یه برشی از یک 3 دقیقه مبارزه است. بله، یه برشی از یک کمیته طولانیه. ما داریم فقط اون بخش رو بررسی میکنیم طبق ویدئویی که میبینیم. فضای ویدئو دو بعدیه، شاید آدم توی اون فضا تو خود موقعیت قرار بگیره تصمیمای دیگه‌ای بگیره، چون فضای سه بعدی باز تصمیم فرق میکنه، شما تو چه شرایطی از کمیته هستی، اینا همه متفاوته. پس چیزی که میگم ما بنا به فیلمی که داریم میبینیم و نکته‌ای که الان تو مجموعه خودمون بچه‌ها بیشتر درگیرش هستن، روی اونا بیشتر داریم صحبت میکنیم. بسیار تمام. بله. بریم برای چایی؟ بریم. جمله معروف پر ایپون و پر امتیاز باشید. خیلی. مرسی. چایی رو بزنیم. بریم.